که این بانک ها دائما صبح به صبح از مردم پول میگیرن به عنوان سپرده، میدن به آقایی خاص به عنوان وام، آقا هم بنا نداره اصلا اصل و فرعش رو پس بده. بنابراین قیمت تمام شده پول مثلا در عمل الان در میاد 30%، قیمت فروشش در میاد 15%. بانک کسر میاره، به قول خودشون قرمز میشه. برای این قرمزی میره پیش بانک مرکزی میگه ببین داداش، یا اعلام ورشکستگی میکنم، کل اقتصاد و ساختار سیاسی رو میکشم پایین، یا به من پول قرض بده. بانک مرکزی هم میگه ببین بهت پول قرض میدم ولی مثلا نرخ بهرهش 40% ها در سال، اونم چون هرگز نمیخواد پس بده، بانک مرکزی هم میدونه که پس نمیده، میگه باشه. بانک مرکزی هم که پول میده که عجیبه، رئیس کل محترم که نمیده، اینو میره چاپ میکنه. چاپ هم یه زمانی